چرا هر گونه مبارزه علیه طالب بیهوده است؟ سلام به همه مخاطبین گرامی، امیدوار هستم همه‌تان خوب و سر حال باشید. به برنامه امروزی چینل یوتیوب اسرا خوش آمدید. بعد از سلطه طالبان بر افغانستان، موج عظیمی از نفرت، لعن و تکفیر علیه این گروه شکل گرفت. سیاستمداران، فعالان فرهنگی و اجتماعی و بسیاری از مردم همواره از عمل کرد و سیاست‌های طالبانی در حوزه‌های مختلف از جمله حکومتداری و نحوه مشارکت، نحوه تقسیم منابع، آموزش و پرورش، تعامل جهانی و در مجموع نوع نگاه طالبان نسبت به پدیده‌ها و ارزش‌های مدرن انتقاد می‌کنند. آنها بدین باور هستند که طالبان نمی‌توانند و نیز واجد نمایندگی از ارزش‌ها و جامعه متکثر افغانستان نیستند. به همین دلیل مبارزه‌های مدنی در افغانستان و در بسیاری از کشورهای جهان و همچنان تلاش‌های مسلحانه پراکنده وجود دارند. حالا اینجا چند سوال مطرح می‌شود. آیا واقعاً انتقاد مردم و صف‌های شکل گرفته علیه طالب درست است؟ آیا واقعاً طالب معضل جدی افغانستان هستند؟ اگر تلاش‌ها و مبارزه هماهنگ مدنی و مسلحانه در افغانستان نتیجه بدهد و حکومت طالبان بپاشد، آیا واقعاً به آن نتیجه مطلوب و قابل انتظار خواهیم رسید؟ اینها سوالاتی هستند که در این پادکست بررسی می‌کنیم. همه می‌دانیم طالب یک مفهوم یا گروه تافته و جدا بافته از جامعه افغانستان نیست و اینها نیز گروه‌هایی نیستند که از آسمان انداخته شده باشند تا ما و شما را هدایت کنند و یا از یک کشور دیگری و یا از کشور دیگری به نام ایران و یا پاکستان وارد شده باشند. طالب از دل واقعیت‌ها و ارزش‌های افغانستان متولد شده و نمایندگی از واقعیت‌های افغانستان می‌کنند که واقعیت‌های افغانستان شامل تمام ارزش‌های حاکم در این مرز و بوم است که به قول ماکس وبر جامعه شناس مشهور، حکومت‌ها انعکاس دهنده واقعیت‌های جامعه خود هستند. اگر طالب بد هستند و واجد نمایندگی از ما و شما را ندارند، پس ما ضرورت به یک بازبینی و بازاندیشی در تمام حوزه‌های فکری و عملی خود در جامعه داریم. باید در نظر بگیریم که طالب خود ریشه نیست، بلکه یک شاخ و برگی از یک واقعیت بنیادی و جدی‌تر دیگری است. بنابراین هر گونه مبارزه علیه طالب به معنای مبارزه با شاخ و برگ یک مفهوم بنیادی تر است و اگر فرض را بر این بگیریم که طالب از بین رفت اما واقعیت بنیادی تر یا همون ریشه هنوز وجود دارد و به نوع و شکل دیگری تکثیر خواهد شد و به نوع دیگری جوانه خواهد زد، ما باید این واقعیت را در نظر بگیریم که چی چیزی و یا چی مفاهیمی یک انسان را طالب می سازد و چی چیزی یک انسان را داعش و یا گروه دیگر می سازد و ما ضرورت داریم ریشه این مفاهیم را پیدا نموده و بخشکانیم. زمانی که ریشه به خشکیدن رفت، شاخ و برگ دوام نمی آورند و در نهایت از بین خواهد رفت. اگر این مبارزه های سطحی و نسنجیده‌ای که اکنون داریم دنبال میکنیم تا یک قرن دیگر نیز چیزی تغییر نخواهد کرد، پس جامعه از ضرورت به یک بازنگری جدی در مورد نوع نگاه و برداشت های ما نسبت به مفهوم دین، فرهنگ، طبیعت، هم نوع و ارزش های جدید داریم. از توجهتان تا این دم سپاسگزار هستم و تا برنامه دیگر که باز در خدمت قرار میگیریم، الله یار و یاورتان.